یه راه حل بهت میگم، مثل بم دیگه از ضرر کردن خلاص بشی، روی مدار سودآوری بیفتی. حواست اینجا باشه، حرکت قیمت توی بازار به صورت قدم به قدم و به صورت گام به گامه. یعنی چی این حرف من؟ ببین قیمت چه شکلی حرکت کرده، یه ریزش پرقدرت، یه اصلاح به سمت بالا، یه ریزش پرقدرت، یه اصلاح به سمت بالا، ریزش پرقدرت، اصلاح به سمت بالا. صعودها و نزولهای قیمت کلا به همین صورته، حالت دیگه‌ای غیر از این نداریم. حالا تو باید چیکار بکنی؟ ببین قام ریزشی، قام ریزشی، قام ریزشی، این قام ها رو دسته‌بندی بکنی، تفکیک بکنی، اندازه‌گیری بکنی، بر اساس اون بیای نواحی برگشتی و ریورس بازار رو نقطه زنی این ته پیدا بکنی. اینجا رو نگاه بکن، کادر بنفشو، یه ریزش پرقدرت بزرگ به سمت پایین، برگشت قیمت به سمت بالا در قالب یک اصلاح بوده. این برگشته بذار واسه رسم بکنم،